سلام دوستان، به کانال دولوپی خوش اومدین. امروز همراه من باشین تا با همدیگه این سوپ خوشمزه و خوش عطر رو درست کنیم و از خوردنش لذت ببریم. مواد لازم برای 4 الی 5 نفره: 1 عدد سیب زمینی متوسط، 3 تا پیاز کوچیک و 2 عدد هویج. جلوتر میگم چرا از 2 تا هویج استفاده کردم. 150 گرم رشته سوپ و 100 گرم سبزی مخصوص سوپ که جزئیاتش رو داخل دیسکریپشن براتون مینویسم. میتونین بدونین از چیا استفاده کردم. 150 گرم جو که گذاشتم خیس بخوره و 100 گرم گوشت مرغ. 1 قاشق غذاخوری رب گوجه فرنگی، زردچوبه و فلفل و نمک. ابتدا پیازها رو به صورت ریز ریز و مربعی یا نگینی شکل خوردشون میکنیم. بعد از خورد کردن پیاز میریم سراغ سیب زمینی و اونا رو هم نگینی خورد میکنیم. یکی از هویج ها رو خورد میکنیم و کنار میذاریم و یه هویج دیگر رو باید رنده کنیم. بعد از خورد کردن و رنده کردن هویج، سبزی رو با هر وسیله‌ای که دارین میتونین خوردش کنین. توی قابلمه 1.5 لیتر آب میریزیم، مرغ و سیب زمینی و هویج و پیاز رو بهش اضافه میکنیم و اجازه میدیم تا 1.5 ساعت حسابی با هم دیگه بجوشن و بپزن. جورم اضافه میکنیم، یه کمی هم میزنیم، درشو میذاریم تا بپزه. بعد از 1.5 ساعت که میبینین کاملا مواد با همدیگه پخته شدن، ادویه‌جات و نمک رو بهش اضافه میکنیم. یه دقیقه اجازه میدیم تا بجوشه و 1 قاشق غذاخوری رب هم بهش اضافه میکنیم. حالا نوبت به این رسیده که سبزی ها رو هم به سوپمون اضافه کنیم و 20 دقیقه اجازه میدیم تا سبزی حسابی بپزه. بعد از اینکه سبزی پخت، رشته سوپ رو اضافه میکنیم و 10 دقیقه دیگه سوپ ما آماده است و میتونین نوش جان کنین. اگه ویدیو رو دوست داشتین حتما لایکش کنین و اون رو با دوستانتون به اشتراک بذارین. مرسی از همراهی شما.